میخوایم دوست الله تعالی بشیم. خدایا هر کس از تو چیزی میخواد، هر کس تو چیزی طلبد، لیک من از تو طلبگار تو باشم. ایازم اونجا ایستاده بود. سلطان گفت تو چیزی انتخاب کن، تو چرا انتخاب نمی کنی؟ خب تو این فرصت ها آدم فرصت رو غنیمت میشماره و تلاش میکنه که از دیگران چیز بهتری رو انتخاب کنه و دست رو یک چیز گران قیمت بگذاره. در تو خیلی راحت کنار من نشستی و اصلا گویا رقابتی نیست، گویا اینطور فرصت ویژه. خیره یوسف وار میباید دوید، درا قفله. یوسف هم دیده اینا قفل شد، یکی زلیخا اینا رو بسته، اما با خودش میگه کار من مسئول وظیفه هستم، نتیجه در دست اللهه. او گفت که منم میتونم انتخاب کنم. گفت بله تو هم میتونی انتخاب کنی. او دست رو گذاشت رو سر پادشاه، گفت من تو رو میخوام. حضرت امام شافعی میگه پیش استادم شکایت کردم نور علم، برکت علم، شرح صدر علم رو در خودم نمیبینم. چی شده؟ استادم گفت فاوصانی الی ترک المعاصی. استادم منو به ترک معصیت دعوت داد، وصیت کرد و به من گفت علم نوری از جانب الله و در اون دلی که ظلمت معصیت و گناه باشه در اون نور علم جان میگیره. امتحان میکنه، امتحان جان تو رو تو آتش ها میبره، ولی به آتش میگه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. جلوتر خودش همه چیز رو درست کرده، جلوتر خودش همه مقدمات رو فراهم کرده، تو قرار نیست چیزی رو از دست بیری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. بنده خسته راه و سفر هستم. سفری داشتیم با حضرات علمای بزرگوار از شهرستانهای طایبات و خیرآباد و تربت جام و خاف به افغانستان و جلساتی در اونجا بود، جلسات ختم بخاری و دستاربندی که بنده تازه رسیدم، اما از اونجایی که همت شما عزیزان، اخلاص شما عزیزان رو یادآوری کردم، با وجود خستگی بازم گفتم حیفه که در کلاس وقفه‌ای بیفته و در حقیقت با وجود خستگی کلاس رو گفتیم برگزار بشه. اما موضوعی که امشب خدمت عزیزان در نظر گرفتیم در رابطه با نسخه ولایت و دوستی خود است. اولا اینکه عزیزان بالاترین ثروت و بالاترین سرمایه دنیا دوستی الله تعالی است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابن عباس رو که یه پسر بچه کم سن و سال بود، موقعی که بر پشت شتر سوار بودن، از همین فرصت، از همین مجال کوتاه هم نبی ما برای مذاکره ایمانی و برای در حقیقت پند و نصیحت استفاده می‌کردند. خطاب به ابن عباس کن، زمان بچه خردسالی بود، خطاب بود گفتن یا غلام احفظ الله یحفظک تجده تجاهک. خدا رو برای خودت نگه دار، خدا رو با اجرای اوامر او، خدا رو با دل دادن به او، خدا رو با محبت با ذات او، خدا رو برای خودت نگه دار. بالاترین سرمایه، بالاترین ثروت داشتن الله تعالی است. یعنی انسان طوری زندگی بکنه که مبنا و اساس زندگی خودشو بر این بذاره، اولویت زندگی خودشو بر این بگذاره که من تو این زندگی الله رو میخوام انتخاب کنم. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے یا رب، میں تجھ سے طلبگار تیرا. شعری است از حاج امدادالله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیه، میگه خدایا هر کس از تو چیزی میخواد، هر کس تو چیزی طلبد، لیک من از تو طلبگار تو باشم. خدایا بندگان تو هر یکی دستاشون رو جلوی تو دراز میکنن، هر کس از تو چیزی میخواد، دنیایی، ثروتی، پولی، پستی، مقامی و در حقیقت موقعیت دنیوی رو برای خودش میخواد، اما خدایا من گدایی هستم که از تو رو میخوام.
قصه مشهور هست که سلطان محمود یک زمان به درباری های خودش گفت، میخواست به اونا بفهمونه که ایاز چقدر انسان حکیم و چقدر انسان زرنگ و فرزانه‌ای هست. لذا به درباری های خودش گفت، جناب قاری صاحب بفرمایید، به درباری های خودش گفت که امروز روز عطای شاهانه من هست، امروز روز بذل و بخشش من هست، هر که هر چه دوست داره امروز بخواد من به اون میدم. خب موقعیت یک موقعیت استثنایی و بسیار ویژه‌ای بود. تو کاخ هستن اینا و تو این کاخ انواع و اقسام چیزهای گران قیمت وجود داره، فرش‌های گران قیمت، ظرف‌های گران قیمت، طلاهای مختلف. و با توجه به این فضل شاهانه‌ای که الان به وجود آمده، هر کس میتونست صاحب یک ثروت کلانی بشه با یکی از اینها رو که به دست بیاره. تا این اعلان شد، این درباریا هر کدوم دویدن، یکی فرشی و یکی ظرفی و یکی طلایی و یکی هر که هر چه تونست انتخاب کرد. ایاز هم اونجا ایستاده بود. سلطان گفت تو چیزی انتخاب کن، تو چرا انتخاب نمی کنی؟ خب تو این فرصت ها آدم فرصت رو غنیمت میشماره و تلاش میکنه که از دیگران چیز بهتری رو انتخاب کنه و دست رو یک چیز گران قیمت بگذاره. ولی تو خیلی راحت کنار من نشستی و اصلا گویا رقابتی نیست، گویا اینطور فرصت ویژه‌ای نیست، چرا تو چیزی رو انتخاب نمی کنی؟ او گفت که منم میتونم انتخاب کنم. گفت بله تو هم میتونی انتخاب کنی. او دست رو گذاشت روی سر پادشاه، گفت من تو رو میخوام. درباریا پوزخندی ریشخندی که اینو نگاه کنیم امروز دیگه الان وقتی این حرفا نیست، این فرصت کم گیر میاد که آدم بتونه در کاخ پادشاه باشه و پادشاه بگه هر که هر چی میخواد انتخاب کنه. این آمده بعد میگه من چی؟ دست رو سر پادشاه گذاشته میگه من پادشاه رو میخوام. همه یه پوزخندی بهش زدن. بعد سلطان گفت من به چه دردت میخورم، از اینا چیزی انتخاب بکن. گفت نگو این حرف رو، اگر تو مال من شدی همه این وزیر و وزرا، همه اهل این کاخ و کابینه تو، همه اون چیزی که در این مملکت تو هست همه مال من میشه وقتی تو مال من شدی. تمام این وزیرها و تمام چیزهایی که در دست این هست همه مال من میشه وقتی تو مال من میشه. لذا من تو رو میخوام. به یک گروه در دنیا میگن اهل دل. چرا؟ چون اونا قیمت دل فهمیدن. همه دل دارن، یهودی نصرانی هم دل داره، حتی حیوانات و هر جانداری دل داره. ولی چرا به یک گروه میگن اهل دل؟ هر چیز که در جستن آنی، اگر در جستن دلی، محبوبی برای دل، مطلوبی برای دل، اون موقع تو میشی اهل دل، چون در جستن همینی. اگر در جستن نانی، اگه دنبال شکمی، قیمتت هم همینقدر بیشتر نیست. اون کسایی در دنیا این لقب رو گرفتن اهل دل که اونا اولویت زندگیشون همین دل شد و محبوب این دل شد و برای اینکه محبوب دل خودشون انتخاب کنن هزینه دادن، از امتحانها گذشتن، حاضر شدن تو این راه از هست و نیست خودشون مایه بگذارن تا الله را حاصل کنن. ابراهیم خلیل الله دوست الله تعالی شد، اما به سادگی نشد، همطور مفتکی نشد. بعد از امتحانات الله تعالی اول امتحانات ابراهیم رو یکی یکی بیان میکنه و اذ ابتلى ابراهیم بکلمات فاتمهن. او رو با یک سخنهای امتحان کردیم، نمرش خیلی خوب شد. بعد الله تعالی در رابطه با امامت و پیشوایی حضرت ابراهیم بحث میکنه. بله، بعد الله تعالی در رابطه با خلیل بودن ابراهیم بحث میکنه، چون ابراهیم پای محبت ایستاد، برای این محبت هزینه داد، انتخاب کرد. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. انتخاب کرد تو این همه تعدد، تکثر، رنگارنگی دنیا، اون گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اون کسی که خالق آسمان ها و زمینه، من اونو انتخاب کردم. تمام اینا مخلوقن، من خالق و انتخاب کردم. تمام اینا مملوکن، من مالک و انتخاب کردم. تمام اینها مقهورن، من ذات احار او رو انتخاب کردم. وقتی او رو به دست آوردی همه چیز رو به دست میاری. من کان لله کان الله له. وقتی یکی مال خدا شد، خدا هم مال او میشه. اصحاب کهف تو
تو یک شهر زندگی میکردن، شهری پیشرفته، شهری در اون زمان با امکانات خیلی عالی و خوب بنا به همون موقعیت زمانی، صاحب پست، صاحب منصب، موقعیت های بسیار عالی دنیوی، اما تو همین شرایط اونا انتخاب خودشونو کردن، گفتن ربنا رب السماوات والارض، رب ما، پروردگار ما رب آسمان ها و زمینه، ما انتخاب کردیم. رو به دعا بردن، گفتن ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. خدای ما که انتخابی کردیم، حالا از جانب خودت یک رحمت ویژه‌ای رو شامل حال ما کن و ما رو در این مسیر، تو مسیر رشد و مسیر هدایت رو برای ما هموار بفرما. و الله تعالی وقتی اونا مال خدا شدن، ببینید خدا چه کرد. تمام نظام تکوینی کائنات از اونها شد، از اون لحظه‌ای که اونها مال خدا شدن. سگ و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید، سگ هم تابع شده کنار دهانه قار، کنار این هاست. و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة من، خورشید تابع اینها شده. دلها پر رعب شده، هر کس دهانه قار پا میگذاره قلبش پر از رعب میشه، پا به فرار میگذاره بدونی که بفهمید چرا. الله با نصرت کرد اونها رو با رعبی که در دل مخالفان اون انداخته بود. کسی جرأت نمیکرد پا به دهانه قار بگذاره. زمین تابع اونها شده، هوا تابع اونها شده، دلها تابع اونها شده. چرا؟ چون اونها انتخاب کردن خدا رو. این بالاترین سرمایه است عزیزان، که انسان خدا رو داشته باشه. اما هر چیز عزیزان با مجاهده به دست میاد، مفتکی به دست نمیاد. المشاهده به قدر المجاهده، انسان هر چقدر در راه الله تعالی مجاهده کنه، به همون اندازه الله دروازه مشاهده رو برای او باز میکنه. قانون الله همینه. والذین جاهدوا فینا، مجاهده رو اول مقدم میکنه، اول از مجاهده بحث میکنه. مجاهده، تلاش، قربانی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبیلنا حتی نه سبلنا، راه ها رو الله برای اونها هموار میکنه. برای اهل حق راه ها بازه، برای اهل حق. ببینید وقتی یک عده میرن تو بیابانی می نشینن، به دوردست خیره میشن در بیابان، احساس همینه، یه خطای چشمه که احساس میشه که اونجا ته دنیاست. ببین آسمان به زمین چسبیده. برای کیه این خطای دید؟ برای کیه این بنبست؟ برای کیه؟ برای کسی که نشسته فقط به دوردست خیره شده، نمیدوه، تلاش نمیکنه، حرکت نمیکنه، نشسته به دوردست خیره شده. این طوری براش تداعی میشه که گویا اونجا ته دنیاست، آسمان به زمین چسبیده. شاید تجربه از این رو عزیزان داشته باشه. برای کیه؟ برای کسی که تنبلی میکنه سر جاش نشسته. اما اگر به طرف همین بنبست، به طرف همین چیزی که احساس میشه اونجا ته دنیاست و آسمان به زمین چسبیده، هر چه بدوی میبینی راه باز. خیره یوسف وار میباید دوید، ترا غفله. یوسف هم دیده اینا غفل شد، یکی زلیخا اینا رو بسته، اما با خودش میگه کار من مسئول وظیفه هستم، نتیجه در دست الله. من تلاش خودم رو میکنم، ثمر الله میده. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. من میدوم، من تلاش بندگی خودم رو میکنم، اونجا دیگه نتیجه در دست الله. با وجودی که دیده در قفله، اما خیره یوسف وار میباید دوید. وقتی شروع به دویدن کرد، به هر دری که میرسید جلوتر میدید باز. درها همه بازه برای کسی که مجاهده میکنه. راه همواره، نه یک راه ها بازه. برای کی؟ برای کسی که مجاهده میکنه. امکان نداره الله تعالی بنده رو مکلف به یه امری بکنه، بنده رو مأمور به انجام یک چیزی بکنه و بعد الله او رو نصرت نکنه، الله تعالی او رو مدد نکنه. امکان نداره. انسان اگر خالصانه با نیت صحیح در میدان عمل حرکت کنه، مجاهده بکنه، الله ثمر میده. هر کی میخواد باشه، مسیر رو الله برای او هموار میکنه. کسی که در این میدان صادقانه با اخلاص
قدم برداره. قطعا الله تعالی راه ها رو برای او هموار میکنه، اما شرطش اینه که انسان از مجاهده در راه الله تعالی نترسه، همت داشته باشیم، برابر اهل دنیا همت داشته باشیم. ما سختمونه تهجد بخونیم، اما اگر همون موقع تهجد از در حقیقت خانت بزنیم بیرون، میبینی بعضی از اصناف تو همون ساعت صبح هوای سرد مشغول کارن. بعضی از اصناف، بعضی از شغلها همون ساعت صبح مشغول کارن، همت کردن. آقا میخوای به خدا برسی، برابر همت اهل دنیا همت تو نداری. همین قدری که اهل دنیا برای دنیای خودشون هزینه میکنن تو هزینه نمیکنی، بعد خدا رو میخوای به دست بیاری. هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. هم خدا رو میخوای، هم سستیه، هم تنبلیه، هم درجا زدن و یک جا نشستن. میشه مگه؟ نمیشه. ابراهیم خلیل الله شد وقتی که از اسماعیل خودش برای خدا گذشت. امتحان جان دادن نبود، امتحان دل کندن بود. امتحان دل بود، امتحان سر نبود، دل کندن. آیا این ابراهیم پای این محبت انقدر ایستاده، حاضر برای این محبت از اینم دل بکنه؟ منم اسماعیل درون دارم، منم یه جاهایی تو زندگی باید دل بکنم. دل کندانای من آسان تره. من باید یه زمانی دل بکنم از چشم چرانی، باید دل بکنم یه جایی از یه فساد، از یه گناهی که برای من فراهم شده، زمینه یه گناه برای من فراهم شده، از یه مبلغ پولی که میدونم حرامه، ناجایزه. این گاهی اسماعیل درون منه، گاهی از این باید دل بکنم، گاهی این رو باید در مسلخ عشق ببرم و فدای خدا بکنم. هر کدوم ما امتحانی داریم، هر کدوم ما یه اسماعیل درون در سطح خودمون داریم. حالا اون امتحان بزرگی که ابراهیم خلیل الله شد، خود در اون حد و پیمانه الله ما رو امتحان نمیکنه، ولی پایینتر ما امتحاناتی داریم، هر که در حد وسع توان خودش. هرچه انسان در راه الله تعالی مجاهده کنه و از یک سری شهوت ها، از یک سری لذت های حرام بگذره، از یک سری از نیازهای جسمی خودش به خاطر خدا کم کنه، به همون نسبت الله تعالی در وجود او روحانیت و رشد میده. چشم چرانی نمیکنه، لذت چشم را فدای الله میکنه، الله به او لذت دل میده. ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی. کسی که این چشم چرانی، این تیر زهراگین شیطان رو به خاطر خوف من این رو ترک میکنه، الله تعالی میگه ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. من بهش حلاوت ایمان میدم، لذت مناجات با خودم، لذت هم کلامی با خودم، لذت تلاوت کلام الله رو، لذت دعا رو، لذت اشکباری رو، لذت خلوت با خودم رو الله میگه من بهش نصیب میکنم. چرا امروز ما زود از قرآن خواندن خسته میشیم؟ چون دلا مریضه. دلی که حضرت عثمان میگه از زنگار معصیت پاک باشه، از خواندن قرآن و لذت و حلاوت قرآن هرگز سیر نمیشه. چرا امروز ما از خلوت با خدا وحشت داریم؟ علتش اینه که این وحشت از ظلمت معصیت ایجاد شده. گناه کردیم، یه لقمه حرام، یه نگاه حرام، اینا باعث شده در دل زنگاری کدورتی بیاد، شیرینی و لذت حلاوت و همکلامی الله تعالی رو نتونی حس کنی. اگر تو این نگاه حرام رو فدای الله تعالی بکنی، الله تعالی به تو لذت دل میده. اون موقع طعم ربنا رو میفهمی، اون موقع طعم سجده کردن در مقابل الله تعالی رو میفهمی. حضرت حکیم رحمت الله علیه سجده میکرد، سجدهاش خیلی طولانی میشد. یکی از مریدان متعلقین گفت حضرت سجده تو خیلی طولانیه، ما نمیتونیم اینطور سجده بکنیم. سجده های ما مثل نک زدن مرغ به زمینه، میزنیم، هیچ حسی، هیچ
لطفی، هیچ در حقیقت کشش توش حس نمیشه. این سجده های طولانی شما چیه؟ حضرت فرمودن به عنوان تحدث به نعمه میگم، موقعی که من سجده میکنم احساس میکنم الله تعالی دست نوازش بلا کیف خودش رو بر من میگذاره و من رو نوازش میکنه، لطف حاصل میشه، لذت حاصل میشه. این کی حاصل میشه؟ الله اینو به گناهکار نمیده، به اون کسی که حاضر نیست از شیرینی لذت های حرام بگذره الله تعالی این رو نصیب نمیکنه. پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند. مجاهده میخواد. انسان باید از مجاهده در راه الله تعالی نترسه و عاشق واقعی همون کسیه که واقعا الله رو انتخاب کنه، بگه من الله رو میخوام، یک جان نه 100 جان هم لازم باشه فدا میکنم، الله رو به دست میارم. الله تعالی هم ذاتیه که قربانی میخواد ولی قربان نمیکنه. ابراهیم چاقو به حلقوم اسماعیل کشیده ولی جلوتر به چاقو میگه لا تذبح، نبر. امتحان میکنه، امتحان جان تو رو تو آتشا میبره ولی به آتش میگه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. جلوتر خودش همه چیزو درست کرده، جلوتر خودش همه مقدمات رو فراهم کرده، تو قرار نیست چیزی رو از دست بیری. قربانی میخواد ولی قربان نمیکنه. ذاتی بسیار غنیه. قربان ما و شما الله تعالی به ما یه بدله داده، در عوض قربانی حضرت ابراهیم سنت ابراهیمی زنده میکنیم. چیه؟ یه گوسفندی میکشیم. لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. خب برای اجرای امر الله تعالی سنت ابراهیمی رو اجرا میکنی، فرزندان توحید میان و در این روز قربانی میکنن، اما بعد از قربانی الله تعالی میگه نه گوشتش نه خونش اینا هیچ کدوم به من نمیرسه، جذبه دلت، تقوای درونت اینا به من میرسه. حالا گوشتشو ببر تو فریزر خونت بذار، یه بخشی به فقرا بده، یه بخشی رو خودت بخور. این چه دور قربانیه؟ بسیار آسان. الله آسان میکنه. به خدا انسان اگر در مسیر محبت الله تعالی حرکت بکنه، یه قدم دو قدم با من تو، بقیه او میبره، او میکنه و به نام تو میکنه. دیدید این بچه هایی که تازه رو پاشون واسادن یه قدم دو قدمی با ترس و لرز برمیدارن، این صحنه برای پدر مادرها قشنگه. خب بچه رو سر پا نگه میداره، خود پدر بچه رو سر پا نگه میداره، خود پدر چند قدم میره عقب‌تر، آغوشو باز میکنه، آغوش جلوتر باز شده، خود بابا اینو سر پا نگه داشته. حالا به بچه میگه بیا جگر گوشه من، بیا لخت جگر من. این بچه تا همینطور تلو لرزان قدم اولو برداشته یا بر نداشته، بابا میدوه اونو به آغوش میکشه، بعد اونو میبوسه، نوازش میکنه، میگه آفرین آمد. همه کارا رو که بابا کرد که بری به نام بچه کرد. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی. رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. این تو این مسیر قرار نیست تو بری، او میبره. فقط او از تو همت تو میخواد. همون قدم لرزان اول و دوم رو به پای همت ره بدانجا بری و دانجا به بال محبت بری. یکی دو قدم با توه. اصحاب کهف فقط چند قدم زحمت کشیدن تا دم غار رفتن، پیه همه چیزن به جون خودشون کشیدن، جان و مال و اولاد و آینده شغلی و کاری همه بذار فدا بشه، اشکال نداره. ما الله رو میخوایم، زندگی کهفی رو میخوایم انتخاب کنیم. با همین جذبه، با همین فکر کنار دهانه غار فقط رفتن. بقیه قدم ها، بقیه سال ها اینا با کی بود؟ بگید با الله بود. 309 سال حتی الله تعالی نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال.
الله تعالی حتی اینا رو این پهلو اون پهلو میکرد زخم بستر نگیرن. الله به خدا خودش میبره، به خدا خودش توفیق میده، به خدا خودش میکشه، ولی یکی دو قدم اول ترسان و لرزان از تو همون همت رو میخواد ببینه، بقیه همه با خودش. یه شاعر هندی هست میگه نم دیوانه و اصغر نه مجھ کو ذوق اوریانی کوئی کنچه لجاته خود جیب و گریبان کو. میگه من مشهور شدم به عاشقی، همه میگن عجب عاشقی، عجب دلداده خداست، اما والله قسم یکی دیگه گریبان رو گرفته میکشه میبره و او میکنه و به نام من میکنه. همه میگن عجب میره، من میگم عجب میکشه. او چطور میبره؟ او توفیق میده. از من و تو فقط همون همت اولیه و همون قدم های ترسان و لرزان اول، بقیه همه در دست الله. انقدر آسان این مسیر دوستان، فقط همت میخواد. ما الله رو میخوایم، پای این محبت ایستادیم و برای این محبت حاضریم یک جان نه 100 جان فدا کنیم، الله رو از خود کنیم. همین فیصله رو تو بکن، تو این مسیر حرکت کن، بعد ببین خود الله تعالی چطور تو رو میبره، خودش چطور اسباب مهیا میکنه و تو رو وصل میکنه. حالا اینا مقدمتا من گفتم. حضرت استاد میگه 5 نسخه برای ولایت و دوستی خدا. میخوایم دوست خدا بشیم 5 تا کار رو بکنیم. حضرت استاد فرمودن که اینا دیگه نسخه اکسیریه برای این که انسان دوست الله بشه. این 5 تا رو در خودمون زنده کنیم. 1. مصاحبت اهل الله. اگر خدا رو میخوای دنبال محیط های سالم دینی باش، دنبال دوستای ایمانی باش، دنبال افرادی باش که در دین چند گام از تو جلوترن، یه راهنمای خوب در دین، یه کسی که در راه دین تجربه کافی داره، یا عالم ربانی که رجوع علما بیشتر به اونه، علما بیشتر به او اعتماد دارن و متبع سنته و خودش مراحل تزکیه و اصلاح رو در نزد یک انسان کامل گذرانده. با این ارتباط برقرار کن، اونو به عنوان مشاور خودت انتخاب کن و گام به گام قدم به قدم با او مشوره بکن، اطلاع احوال خودت رو بده. اگر در خودت احساس یک مریضی یا یک ضعف باطنی و قلبی میکنی باش مشوره کن، راهکار میده، به راهکاراش عمل کن. این 1. چی شد؟ و از دوست نابا، از محیط فاسد، اینا رهزنه. با اینا کسی نمیتونه بر توبهش استقامت کنه. توبه کرده اما دوست نابابم ول نمیکنه، محیط فاسدم ول نمیکنه، این آقا بر توبه خودش نمیتونه استقامت کنه، هر چقدر هم مصمم باشه که توبه صادقانه بکنه. آقا اگه توبه کردی دیگه محیط فاسد رو ول کن، دوستای نابابو ول کن. چرا اینا رو ول نمیکنی؟ اینا دیگه لوازم استقامت بر توبه است. این 1. 2. فرمودن مداومت ذکر الله. اگر میخوای دوست الله تعالی بشی، ذکر ذاکر رو به مذکور میرسونه. چطور دم از محبت الله تعالی میزنی اما ساعاتی از شبان روز رو خلوت با الله، تبتل با الله تعالی نداری؟ چطور روزانه ذکری نداری، دعایی نداری، مناجاتی نداری، خلوتی با الله نداری، کمترین ها هم رعایت نمی کنی؟ حداقل 100 بار استغفار، 100 بار درود، 100 بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر صبح و شام اینا رو بکن. لااقل روزی یه جز قرآن تلاوت کن. لااقل کمترین روزانه یه بخشی از مناجات مقبول رو که دعاهایی که از قرآن و سنت ثابته رو بخون. لااقل دعاهای معثوره رو که از پیامبر ثابت، موقع غذا خوردن، موقع لباس پوشیدن،
موقع بیت الخلا، موقع حمام، موقع سوار شدن به ماشین، موقع خارج شدن از خانه. این دعاهای مأثوره برای اینه که غفلتات دور بشه، کارهای دنیای تو هم دین بشه و ارتباط تو همه امور روزمرت با خدا وصل باشه. این دعاهای مأثوره رو لااقل یاد بگیر و اینا رو روزانه بخونین دیگه. حداقل چطور دم از محبت الله تعالی میزنی؟ روزی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت با واتساپ و وایبر و فلان نشستی، با فضای مجازی نشستی، گذر زمانم نمیفهمی، ولی 5 دقیقه با خدا خلوت نداری؟ 5 دقیقه با کلام الله تعالی خلوت نداری؟ 5 دقیقه درود بر نبی نمیخونی؟ هر درود بر نبی 10 رحمت الله تعالی رو فرود میاره. افضل الذکر لا اله الا الله. وقتی لا اله الا الله میگی ما بین لا اله الا الله و عرش الله تعالی هیچ حائلی نیست. لا اله الا الله که میگی مستقیم به الله میرسه. چقدر روزانه ذکر میکنیم، چقدر دعا، چقدر تلاوت. ما ساعتها میشینیم با هم دیگر خوشو بش میکنیم، حرف میزنیم، گذر زمان برای ما مشخص نیست، با دوست، با رفیق، با فلانی و فلانی 2 ساعت 3 ساعت نشستن، اصلا عین خیالشون نشده، گذر زمان رو نفهمیدن. یه مرتبه میبینی 3 ساعت یک شب نشستن با هم حرف زدن، تا صبح نشستن با هم حرف زدن. اما همین آقا برای خلوت با الله، برای ذکر الله حتی روزی 10 دقیقه وقت نمیده، روزی 10 بار درود بر حضرت رسول نمیخونه. خب اگر تو جماعت‌های تبلیغ هستیم، همین اذکاری که به ما گفتن صبح و شام بکنیم، 100 مرتبه درود، 100 مرتبه استغفار و 100 مرتبه کلمه سوم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. اگرم با یه عالم ربانی در ارتباط هستیم، اذکاری که اون میگه خب همونا رو انجام بدیم، برای این وقت بذاریم، یه اولویت باشه تو زندگیمون. من یادم میاد یه شبی با حضرت استاد بودیم، مفتی محمد قاسم قاسمی. خب ایشون جز معمولات یومیه شون بود، اعمال روزانه شون بود که بعد از نماز عشا یه چند صفحه قرآن تلاوت میکردن. یه دعوتی مهم همون شب بود، ما با استاد دعوت بودیم جایی. حضرت خیلی راحت، خیلی ریلکس، نماز که تموم شد، نماز عشاشون خیلی با اطمینان خوندن، بعد نشستن شروع کردن تلاوت کردن. بعد از طرف صاحب خانه یه نفر اومد گفت حضرت عجله دارن، دم در منتظرن. گفت ببین من تا تلاوت هر شبی که برای خودم تعیین کردم انجام ندم جایی نمیرم. یعنی چی؟ امشب برای دعوتی از کارم تعطیل بشه، فردا نمیدونم برای فوتبال، پس فردا برای سریال، روز بعد برای نمیدونم فلان کار. خب این زندگی همینطور داره میره، اعمال من همه به باد میره. که برای اعمال 3 چیز رو تعیین کنید: زمان، مکان، مقدار. آقا من روزانه باید اینقدر درود بر حضرت رسول بخونم. زمانش که مثلا بعد نماز عصر زمانش تعیین شد. مکانش کجاست؟ میام تو مسجد پای فلان ستون میشینم، مکان. مقدار چقدر درود میخونم؟ 100 بار. وقتی این کار رو کردی، برای هر عمل، تلاوت، درود خوندن، دعا کردنت، اذکارت، زمان، مکان، مقدار تعیین کردی، نفستو مقید میکنی. نفستو میتونی وادار کنی که این کار رو انجام بده. اگه این کار رو نکنی عمرت به باد میره و توفیق عمل پیدا نمیکنی. حالا یه شبی خیلی مریضی، خیلی خسته سفری فلان، خب اون اعمالی که هر روز انجام میدادی، مثلا با خودت تعیین کرده بودی یه جز من تلاوت میکنم، زمان، مکان، مقدارم تعیین کرده بودی، امشب مریضی نمیتونی اون یه جز رو بخونی، برو در همون زمان، برو در همون مکان، ولی امشب کمتر تلاوت کن، ولی ترک نکن. چون اگه ترک کردی نفست به تنبلی عادت میکنه، کل عمل ترک میشه. بس 2 تا شد. برای رسیدن به الله تعالی: 1 مصاحبت اهل الله، هم نشینی با دوستان خوب، محیطای سالم. 2 مداومت ذکر الله. 3 متابعت سنت رسول الله
سنت های حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رو تو زندگیمون پیاده کنیم. از اون سنت هایی که برای نفسمون آسون تره از اونها شروع کنیم. همین آب خوردن سنت داره. خب این برای نفس سنگین هم نیست. حالا این محاسن گذاشتن، ریش گذاشتن از روز اول برای نفس یکم سنگینه، خواهی رو بذار بعدن. ولی این که آسونه دیگه. از این شروع کن. سنت های آب خوردن چیه؟ نبی من چطور آب خورده؟ اینو رو یاد بگیر. سنت های غذا خوردن چیه؟ سنت های خوابیدن چیه؟ سنت های لباس پوشیدن چیه؟ سنت رسول الله در معاشرات و برخورد با مردم چگونه است؟ سنت رسول الله در عیادت مریض چیست؟ سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای دل چیست؟ دلم سنت داره. حضرت رسول اکرم فرمودن کسی که میتونه صبح کنه یا شب کنه در حالی که در دلش نسبت به دیگران هیچ قل و قش و کینه و عداوتی نیست، این کار رو بکنه. ذالک من سنتی، اینم سنت دل منه. بله سنت صورت، سنت ظاهر رو اجرا کنیم کنار این سنت های دل پیغمبر. دل با تکبر، دل با جذبه انتقام، دل پر حسادت، دل پر قلقش نسبت به مردم، این دل از سنت های دل پیامبر محرومه. دلمونم مثل دل پیغمبر باشه. سنت های حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو بیایم یک کتابی تهیه کنیم که در رابطه با سنت نوشته شده. از اون جایی که آسون تره شروع کنیم رفته انشاءالله تعالی یه روزی میرسه که شما کاملا متبع سنت میشید. میدونید اتباع سنت چقدر خوبه؟ کسی که اتباع سنت میکنه او دیگه لازم نیست جار بزنه، داد بزنه که من خدا رو دوست دارم، بلکه خدا با او محبت میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله با شما محبت میکنه اگه شما اتباع رسول کنید. مثل رسول الله غذا بخور، مثل رسول صلی الله علیه وسلم آب بنوش، مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم لباس، مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم موهای بدن طوری باشه، سبیلت، ریشت طوری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اصلاح سرت طوری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گفته. اون موقع الله با تو محبت میکنه، تو محبوب خدا میشی، تو محل محبت میشی، الله تو رو دوست داره. خب چند تا شد؟ 3 تا. 1 مصاحبت اهل الله، 2 مداومت ذکر الله، 3 متابعت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، 4 مباعدت از گناه، مباعدت عن معصیت الله، دوری از گناه. انسان با گناه دوست خدا نمیشه. ان اولیاءه الا المتقون، دوستان الله تعالی فقط متقیا هستند. تأصل اله و انت تظهر حبه، هذا لعمری فی القیاس بدیع، لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. دم از محبت الله تعالی میزنی، نافرمانی الله را میکنی. تو چطور عاشقی هستی که پروای رضایت محبوب رو نمی کنی؟ اگر محبت تو محبت صادقانه می بود، تو کاری که باعث ناراضگی محبوبه نمی کردی. پس تو ادعای محبتت دروغ میگی که هم ادعای محبت میکنی، هم از اون طرف حکم محبوب رو میشکنی. عزیزان، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به ابو ذر گفت یا ابا ذر اتق محارم الله، از محارم خداوندی، از گناه دست بکش. تو عابدترین مردمانی، عابدترین مردمان. بزرگترین عبادت ترک معصیته. موش تا انبار ما حفره زده است،
وصفنش انبار ما خالی شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. گر نموشی دزد این انبان ماست، خرمن اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال کمر رو در مقابل الله شکستم و گفتم سبحان ربی العظیم. 40 سال اشرف اعضا صورت خودم رو بر خاک مالیدم، بینی خودم رو بر خاک مالیدم و گفتم سبحان ربی الاعلا. 40 سال ربنا، 40 سال دعا، 40 سال تلاوت کلام الله. کو نور این 40 سال؟ کو نتیجه این عمل که منو به خدا نزدیک باید بکنه؟ من باید با هر رکعت نماز محبتم با الله تعالی اضافه تر بشه. من تو هر رمضان باید یه قرب جدیدی رو با خدا تجربه کنم. من تو هر نمازی، تو هر حجی باید یه وصلی، یه قربی، یه درجه از نزدیکی بیشتر به خدا رو تجربه کنم. چرا نمی کنم؟ چرا در جا میزنم؟ چرا عقب گرد؟ چرا نور طاعت در من نیست؟ چون موشی به انبار ما زده. از این ور نور طاعت، نور عبادت، نور تهجد، نور نوافل، نور تسبیحات، نور خدمت دین، نور عمره پشت عمره. از اون طرف چشم چرانی، از اون طرف لقمه حرام، از اون طرف فلان معصیت، فلان گناه، ظلم به زیر دستان، پامال کردن حقوق بندگان خدا. از این طرف نور طاعت و عبادت، از اون طرف اشکی از دیدگان یک مظلوم رو میچکونه. از این طرف نور طاعت، عبادت، خدمت دین، از اون طرف ظلم میکنه. آهی از سینه یک مظلوم بر علیهش بلند میشه. از این طرف طاعت، عبادت، نور خلوت با الله تعالی، از این طرف حقوق بندگان خدا رو پامال میکنه. مالشون، جانشون، آبروی مردم رو میبره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، تجسس و سرک کشیدن تو زندگی مردم. کارمند کجاست؟ گمرک، اوف اوف اوف، تمام همش حرامه. کارمند کجاست؟ شهرداری، اوف اوف اوف، این که دیگه تای جهنمه. این ماشینشو از کجا آورده جدیدن سواره؟ او معلومه این یه جای وصله، یه چیزایی زد و بندایی داره. هی سرک میکش تو زندگی این. تو تازم از مسجد اومده بیرون، تازم با خدا خلوت کرده. آقا قرآن میگه ولا تجسسو. تو حق نداری تو حوزه و حریم شخصی دیگران سرک بکشی. تو حق نداری بیای نگاه کنی که آقا فلانی بدگمان بشی. ظنوا بالمؤمنین خیرا. چرا نسبت به دیگران بدگمانی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا تجسس میکنی؟ اینا گناه کبیره است، گناه کبیره. ولی قبح اینا دلای ما رفته بیرون. اینا رو دیگه ما جز لیست گناهان نداریم. قشر دیندار ما روزی 100 تا از این گناه ها رو میکنن، یه لیوان آبم روش میخورن، اصلا احساس گناه هم نمیکنن. ما آبروی یکی رو بردیم، ما غیبت کردیم، ما عیب جویی کردیم. تو حق نداری از دیگران عیب جویی کنی، خطاهای مردم رو زیر ذره بین بگیری و گنده کنی و پشت سر غیبتشون بکنی. تو چه کار داری؟ مگه تو خدایی؟ تو چرا قضاوت مردم میکنی؟ چطور تجسس تو زندگی شخصی و حریم خانوادگی دیگران میکنی؟ حرام حرام. بعد میگی کو نور طاعت، کو نور عبادت؟ کجا میخواد بره؟ از این طرف عبادت، از اون طرف طاعت، از اون طرف میبینید دل دوستان خدا رو میشکنه. الله الله الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تو اون دلی که سوزی از خداست، ارتباطی با الله، مواظب باشید اون دل رو نشکنید. به خدا قسم، به خدا قسم، تیشه‌ای برداری، به کعبت الله بکوبی، سنگ کعبت الله رو با کلنگ تکه تکه بکنی، والله گناهش کمتره
از این که تو اون دلی که سوزی از خداست، تو اون دلی که ارتباطی با الله، اون دل رو بشکنی. با این اعلان جنگ از طرف الله شده، اعلان جنگ. به خدا من در یکی از مساجد دیدم یه رفتار بد و زشتی با مؤذن اون مسجد که حافظ قرآن بود. یه روز تو محراب مسجد چند نفر کردن، اشکای این از کنار دیدگان سرازیر شد. والله قسم انقدر به خودم لرزیدم، گفتم الان عذاب الله نیاد. این قرآن تو سینشه، این جوانیشو به الله داده. موقعی که من جوانیمو گذاشته بودم برای کوچه و بازار، گذاشته بودم برای وصلت و ازدواج، جوانیمو گذاشته بودم برای کار و شغل، این جوانیشو گذاشت برای قرآن. الله سینه در سینه این قرآن رو جا داده. اگر این ولی و دوست خدا نباشه، کی ولی خداست، کی دوست خداست؟ چقدر راحت این دلها رو میشکنیم و بعد احساس گناه هم نمی کنیم. چه شده ما رو؟ عزیزان، نفرین مادرها بلنده، اشک پدرها میچکه. تو این جامعه میبینی به اون کسایی که اهل قرآنن، دل به قرآن دادن، نفیر و ناله های اونها بلنده. بعد میگیم چرا زندگی ما خیر نداره، برکت نداره، چرا ما در جا میذاریم، چرا به الله نمیرسیم؟ چطور میخوای برسیم؟ حضرت حکیم علامه طحنوی رحمت الله تعالی علیه میگه یه روزی آمدن نامه های متعلقین و شاگردان، نامه هایی که برای مشورت و برای در حقیقت سوال و پرسشی می آمد، اینا رو جواب میدادن توی تایم و زمان مشخصی. طبق معمول هر روز آمدن نامه رو شروع به خوندن کردن. نامه اول حضرت مکسی کرد، گفت بعدی رو بخونید. نامه دوم حضرت مکسی کرد، گفت بعدی رو بخونید. نامه بعدی رو خوندن، حضرت مکسی کرد، گفت بعدی رو بخونید. بعد حضرت مکس کرد، یک وقفه نسبتا طولانی. بعد حضرت بلند شد، برخلاف معمول هر روز بلند شد رفت. 10 دقیقه رو کمتر و بیشتر دوباره حضرت برگشت. بعد گفتن نامه ها رو بخونید. نامه ها رو خوندن. حالا حضرت همون شرح صدر هر روز، همون القاء مضامین هر روز، همون دورهایی که هر روز از زبانشون جاری میشد، همونا شروع شد طبق معمول هر روز. یکی از شاگردان سوال کرد حضرت امروز یک کاری کردید که هر روز نمی کردید، چی شده؟ شما نامه را اول یکی خواندن جواب ندادید، بعد رفتید دوباره برگشتید باز نامه ها رو طبق ترتیب هر روز جواب دادید. حضرت فرمود وقتی نامه ها رو میخوندن من دیدم شرح صدر نیست، دیدم اون القاء مضامین نمیشه، دیدم گویا یه پرده از ظلمت و تاریکی روی دلم افتاده که اون شرح صدر هر روز رو ندارم، اون نوری که باعث جلب این علم میشه در من امروز کمتر دیده میشه. گفتم این در اثر گناه حتما امروز من گناهی کردم که این تیرگی در دلم آمده و این القاء مضامین، این شرح صدر هر روز نیست. شکوت الی وکیء سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الهی و نور الله لا یعطى لعاصی. حضرت امام شافعی میگه پیش استادم شکایت کردم نور علم، برکت علم، شرح صدر علم رو در خودم نمیبینم. چی شده؟ استادم گفت فاوصانی الی ترک المعاصی، استادم منو به ترک معصیت دعوت داد، وصیت کرد و به من گفت علم نوری از جانب الله و در اون دلی که ظلمت معصیت و گناه باشه در اون نور علم جان میگیره. حضرت حکیم علامه میگه من فوراً متوجه شدم این گناهه که این شرح صدر رو گرفته. امروز من چیکار کردم؟ فکر نماز صبح الحمدلله خونده شده، اذکار اوراد الحمدلله شده، چه گناهی الله؟ یک دفعه به ذهنم آمد که خانومم خانه نبوده، به من گفته امروز من خانه نیستم، مرغ و خروس های خانه رو تو دون بده، تو اینا رو آب بده.
من فراموش کرده بودم. یک خلق خدا، یک جاندار ولو مرغ از طرف من بهش ظلم شد، ناخواسته از روی سالنگاری و فراموشی به یک مخلوق الله تعالی ظلم شد. در اثر همون ظلمی که به این مرغ و به این خروسا شده بود، غذاشون دیرتر رسیده بود، الله تعالی شرح صدر رو از من گرفته بود. من رفتم اونا رو آب و دونه دادم، یکم استغفار استغفار استغفار، 2 مرتبه الحمدلله اون مضامین آمدی، اون القاء مضامین، اون شرح صدر رو دوباره در خودم حس کردم. عزیزان، گناه دامنه وسیع داره. گناه تنها بینمازی، تنها شراب خواری، اینا گناه نیست. فراتر از اینا ظلم به زیر دستات، شکستن دل دیگران، اشکی دیدگان سرازیر بشه، نفرینی دلها بلند بشه، حقی از بندگان خدا پامال بشه، آبروی یکی رو ببریم، تجسس تو زندگی یکی کنیم، ایذاء مسلمانی رو برنجونیم و اذیت کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از کنار کعبت الله رد شدن، گفتن ما اعظم شأنک ما اطیب ریحک. ای کعبت الله، چقدر عظمت داری تو، چقدر خوشبویی تو، چقدر معزز و بزرگی تو. اما فرمودن والله که یک مسلمان مقام او از تو هم بالاتره. مقام یک مسلمان از کعبت الله بالاتره. یه مسلمان عادی ولو اینکه گناهایی هم داره، الله ولی الذین آمنوا، هر اهل ایمان ولو اینکه یک سری گناه هم داشته باشه، به نسبت همین ایمان ولایت عامه با خدا داره، دوست الله. خلق خدا رو اذیت نکنیم، خلق خدا رو دلهای اونا رو نشکنیم، مواظب باشی نفرینی از سینه بر علیه ما بلند نشه، اشکی دیدگان یک مظلوم بر علیه ما نچکه، که اگر مظلوم ولو کافر باشه، کافر الله دعای او رو اجابت میکنه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. آبده مادر از او ناراضه، آبده خدمت دین میکنه، حقوق بندگان خدا رو پامال، غیبت، تهمات، نمامی، سخنچینی، تجسس تو زندگی مردم، بدگمانی پره و بعد میگه ما کجا گناه کردیم؟ چرا دوست الله نمیشیم؟ چرا درجا میزنیم؟ گناه رو ترک کنیم. گناه هم گناهان ظاهره هم گناهان باطنه، و ظاهر الاسم و باطنه، هم گناهان ظاهره هم گناهان باطنه که مال دله. چند تا چیز شد؟ 4 تا. 1 مصاحبت اهل الله، 2 متابعت سنت رسول الله، 3 مداومت ذکر الله، 4 مباعدت عن معصیت الله، 5 مباعدت از اسباب گناه. همطور که از گناه پرهیز میکنیم، از دوایی گناه، زمینه گناه، او مباحی که، او عمل مکروهی که زمین ساز گناهان بزرگه، او رو هم ترک کن. حضرت استاد میگه من وقتی موبایل رو بر میدارم، حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظه الله میگه وقتی من موبایل رو بر میدارم اینطور دعا میکنم: اللهم انی اسألک خیره و خیر ما صنع له و نعوذ بک من شره و من شر ما صنع له. خدایا موبایل رو برداشتم،
تو این موبایل انواع زمینه های گناه، فساد، بدی، غفلت، معصیت، همه چیز هست. اما یالله من از تو خیر این موبایل رو و خیر اون چیزی که برای او این اختراع شده رو میخوام و به تو پناه میبرم از شر این موبایل و شر اون چیزی که این خلق شده. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی میگن موبایل اندروید هوشمند برای کسی که نمیتونه خودش رو از چشم چرانی حفاظت کنه، از فساد فضای مجازی حفاظت کنه، برای این فرد ناجایزه که از موبایل اندروید و هوشمند استفاده کنه. وقتی بینی زمینه فساده، زمینه گناهه، زمینه غفلته، زمینه تضییع عمر تو رو داره به باد میکنه، خود نکن از این استفاده. زمین ساز گناهست. اون دوست نابابی که تو رو به گناه میکشونه، اون محیط فاسدی که تو رو به گناه میکشونه، هر چیزی که زمینه گناهه، همونطور که از گناه پرهیز میکنیم از زمینه گناه هم پرهیز کنیم. تلک حدود الله فلا تقربوها اینا حدود خدا هستن، از قربان و نزدیکی به اینها هم نهی شده. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشو. نزدیک زنا از کجا شروع میشه؟ تو فضای مجازی یک نفر با جنس مخالف اول سلامی کلامی، اول یک چند تا حرفای شوخی متلکی، بعد کم 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 درد دل، این با اون درد دل، این با اون درد دل، من درکت میکنم، من تو رو میفهمم، من ازدواجم سنتی و زورکی بوده، بابا به من زن داده، من با این زن اصلا تفاهم ندارم، منم همینطوری هستم، ازدواج منم همینطوری بوده، چقدر ما با هم نزدیکیم. درد دل درد دل درد دل، صحبت جلو 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 جلو. یک زمان تا چشم باز میکنن میبینن همه حریم ها شکسته شده، یه خاندان بدنام شده و یک زن با چند تا بچه زندگیشون متلاشی شد. از کجا شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ خیلی از چیزای کوچک کوچک، خرمنه های بزرگ آتش میگیرن از شعله کبریت کوچک. اگر همون روز اول خاموش نشه، روزی آتشی میشه که 100 تا آتش نشانی هم نمیتونه اطفای حریق کنه و خاموش کنه. از گناه پرهیز کنیم و از اسباب گناه. اینا شد چند تا؟ 5 تا. نسخه ولایت حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه فرمودن، حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن با توجه به مقتضیات زمان این 5 تا کوزه دریایی است که حضرت اینا رو در یک کوزه جا داده، بسیار زیباست. حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن ولی با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای دور ما، حضرت فرمودن یک مکمل دیگه من به این 5 تا اضافه میکنم. حضرت مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن و اون دعوت الی الله. 5 تا اینا بود. یکی هم حضرت فرمودن من اضافه میکنم. انسان وقتی داعی بود، دانشجویی که داعی است، از محیط فاسد، از دوستان ناباب در محیط تحصیلی حفظ میشه. کاسبی که داعی است در محیط دعوت، در محیط کسب و کار خودش داعی است، به دیگران دعوت میده، دعوت به طرف الله، دعوت به طرف زندگی بعد از موت، دعوت به ذات صفات الله، دعوت به محبت الله و بدیهای گناه رو بیان کردن، مذمت نفس پروری رو بیان کردن. اینو دعوته و اینا مال همه هست. همه فرق اسلامی اینا رو نیاز دارن، هم سنی، هم شیعه، هم شافعی، هم حنبلی، همه به این نیاز دارن. دعوت هر کجا هستیم داعی باشیم. کسی که دعوت میده از محیط فاسد، از دوستان ناباب حفظ میشه و الله او رو منشأ خیر و خوبی ها میکنه. شما الان چند نفرید تو این جمع؟ اگر هفته آینده هر کدوم شما یک نفر رو دعوت بدید به این جلسه بیارید، اون یک نفر توبه کنه، تا آخر عمر اون فرد هرچه صدقه کنه، هرچه عبادت کنه، بدونی که از ثواب خودش کم بشه، همین قد برای شما نوشته میشه. و باز اون اصلاح شده، خانوادهش رو رفته اصلاح میکنه، بچه‌شو، خانومشو، ثواب اینا از شما. این خانواده گاهی وقتا سبب اصلاح یک خاندان میشه. خاندان از این خانواده یه عالم ربانی بلند میشه، یه فرزند این
عالم ربانی میشه. ثواب همه اینها برای کیه؟ بر اون کسی که داعی بود، الدال علی الخیر کفاعله، دعوت داد، او را آورد به این جلسات، مقدمه توبه او برگشت به طرف الله رو برای او فراهم کرد. لذا عزیزان، حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن که من کنار این 5 تا یک چیز دیگر هم اضافه میکنم. این 5 تا چی بود؟ مصاحبت اهل الله، 2 مداومت ذکر الله، 3 متابعت سنت رسول الله، 4 مباعدت از معصیت الله، 5 مباعدت از اسباب معصیت الله، و 6می رو که حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن اون چی بود؟ دعوت الی الله. اینم نسخه دوستی الله تعالی. میخوایم دوست الله تعالی بشیم؟ این نسخه شه. تجربه این بزرگان و مشایخ بوده که اگر کسی این 5 تا رو در زندگی خودش پیاده کنه، او قبل از مردن ولی و دوست الله میشه و الله در قیامت او رو با دوستان خودش محشور میکنه. چقدر قشنگه. لذا انشاءالله برنامه بریزیم. خواهران، شما عزیزان برنامه بریزید که این 5 تا و اون نکته 6می که حضرت استاد فرمودن، اینا رو انشاءالله تو زندگی خودمون عملا پیاده کنیم. خوب انشاءالله؟ هفته آینده هر کدوم شما تلاش کنید انشاءالله تو اقوام، تو همسایه ها، تو دوستان، تو همکارا، حداقل 1 نفر رو دعوت بدید انشاءالله که در این جلسات شرکت کنند. تشکیل میشید، 1 نفر رو با خودتون ببرید. به جلسات دینی علما میرید، 1 نفر رو با خودتون دعوت بدید، ببرید، زمین ساز خدمت دینی و دعوت الی الله باشید. الله توفیق عمل بده. درودی بخونیم.